هلو مای بچ، چطورین بچه‌ها؟ خوش اومدین به این ویدیو. من امیر کوانتوم هستم. آقا امروز قراره با هم یه چالش 5 ثانیه رو بریم. قضیه هم از این قراره که من باید سری فیلمایی که بچه‌ها برام فرستادن و تا حالا اونا رو ندیدم و ببینم و تایید کنم که نخندم. و اگر بیشتر از 3 بار بخندم مجبورم که این هدستو نصف کنم. البته هرچند که خب این هدست هم زیاد مالی نیست و ارزش پولی زیاد نداره، ولی خب چه کنیم دیگه، حالا مجازات بود، منم کمبود کانتنت و مجازات داشتم، این بزنم رسید. قبل از اینم که وارد ویدیو اصلی بشیم حتما یادتونه که کانال منو سابسکرایب کنید، پیج اینستاگرام منو فالو کنید، عضو سرور دیسکوردمون بشید، این ویدیو رو لایک کنید و برای من کامنت بذارید و استوراتونم ندیدید که من لایک کنم. هشتگ گشاد نباشین. بریم سراغ ویدیو. What the hell? What the hell? What? با آهنگش حال کردم ولی خب چیز خاصی ندیدم، زیاد خنده نداشت. با خامه تزیینش کنیم. اگه دوست داشته باشن میتونن از وسط ببرن اینو یک لایه خواهی کار مدارش بذارن رو یک لایه خواهی کار مدارش. چرا من خندیدم؟ چرا این چالش تراینات تو لفه؟ چرا من خندیدم؟ این چی داشت؟ یه جونم از دست دادم. What the fuck? What the fuck? Wow. چندش؟ آقا نخندم، خدای نخندم. این بیشتر گریه داره تا خنده. آخه این چی بود؟ چه سمی بود؟ فاک بروسلیه؟ بروسلیه. آخه این حرف ندارم. میریم سراغ ویدیو بعدی. یه ازم فور. خدا بزرگتر است، خدا بزرگتر است، خدا بزرگتر است، خدا بزرگتر است. وای شهادت میدم که خدا وای چرا میخندم؟ شهادت میدم که محمد رسول الله. وای شهادت میدم که علی ولی الله. چه سمیه ای؟ وای شهادت میدم که علی ولی الله. دیگه چه کوفتیه؟ پاشید برید نماز بخونید. وای پاشید برید نماز بخونید. چه سمیه دیگه؟ بدوید برید کار خوب کنید. وای بدوید برید کار خوب کنید. با اینکه نباید میخندیدم، با اینکه نباید میخندیدم ولی خدایی نمیشد بگم که این چه سمیه درست کردین شما. اذان فارسی. What the fuck. یه جون دیگه فقط مونده، یه جون. خب on the first cow here, who's got 55, 55, 55, yeah. بیشتر مثل ریاکت موزیکه، مثل خنداری نماش ولی حال میکنه. فانی دارم ماشاءالله. Andy Rock 21 Rockstar 21. آفرین. خنده نداشت ولی خب حال کردم. ریمیکس خوبی بود. آفرین. What? من نخندیدم. نه 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 من نخندیدم.
دجاب ریمیکس مریضه دیگه. این اولش باز بود. چه ریمیکس سمیه. حالا بابا کچل کلاچه واقعا کل پاچه کچل رفته به اردو برای نصف گردو گیرش نیومد سر کچلش خون اومد. خوبی؟ سرم گلاب نیست. چه ریمیکس نیست ولی خب عجب دوبله باحالی. یعنی اصلا جر خوردم من. پر سر آمدم ترانات تو لف بگیرم دارم میخندم. what the fuck. بریم سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم. چی خورد؟ هم از این عرق سگیه چیزی از این چرت و پرتا خورد. حقشه. دفعه آخرش رو چرت و پرت میکنم. اوکی. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده ولا بين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. له ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اليوم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار خالدون. صدق الله العلی العظیم. میکنم بر توی خدای بزرگ تعظیم. خنده‌داری نداشت واقعا باحال بود. کوتک که دیگه کلا همه میشناسیم. کسایی که نماز وحشت بلد نیستین همون نماز معمولی رو ولی وحشتناک بخونیم. مثلا بگیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. اینجوری بخونین درست میشه. خودم رو خیلی کنترل کردم به این نخندم. خیلی خودم رو کنترل کردم. خیلی وای این نه من به این نمیخوام بخندم و اینم خاطر خنده نبود. این بیشتر خیلی درد یعنی زنده است. فکر نکنم این با این ضربه‌ای که تو کلش خورد زنده بمونه. من شک دارم. شما اگه نظری دارین توی کامنت ها بنویسید. این سیاره ها رو نشون میده بزرگیشون. زمین، اورانوس و نپتون و ساترن، جوپیتر. خب به به بزرگی جهان هستی رو داره نشون میده به ما. خب اوه مای گاد وای دیگه چی بود؟ چیز خنده‌داری نداشت ولی خیلی وضع سازنده این میم های سم خرابه. ساقیش کی بود آخه؟ این ساقیش کی بوده؟ آقا سلام. خسته نباشین. اینا میشه. خب بینندگان عزیز در خدمت یکی از استادان بزرگ صنعت کفش هستیم و میخوایم از ایشون بپرسیم که چند سال سابقه کار دارن و خودشون رو معرفی نگاه کن عزیزم. خب آقا میشه خودتون رو معرفی کنید برای بینندگان عزیز؟ بنده خالد شنما هستم. مدت 40 سال تو کاری پس شده. 40 سال. پسته‌ای سازی همین روی کفش رو بهش میگید پسته‌ای سازی. بله. درسته؟ بله. به بینندگان عزیز عرض کنم که باید ببینیم که حاج آقا چقدر زحمت میکشن تا این صنعت کفش یک کفش بشه و تحویل ماها داده بشه. بله دیگه حساب زحمت میکشن. از کارتون توی این مدت 40 سال که زحمت میکشید راضی هستید؟ نه قربون. چرا؟ به خاطر اینکه دستمو گذاشتم روی پامو گذاشتم قلبمو گذاشتم. خب داغون شدم دیگه. خب توی این کار یه نه زندگی دارم نه ماشینی نه وسیله‌ای. بله حق داری. خیلی این کار چی آقا آرزوتون چیه؟ آرزو دارم که این کس که این چکشا داد دست ما، مشترات داد دست ما، گردنا داد دست ما،
بلندش به تو قب بکشنش بیرون. آبگم چی خورده همین چرخ بکنم بله من معذرت کنم. وای این دیگه چی بود؟ وای من اینو آره دیگه اینو قاعدتا کسی نمیاد تو صدا سیما پخش کنه. خیلی دلش خیلی پر بوده، خیلی دیگه کاسه سبلش لبریز شده دیگه، فوش رو کشید به اون خبرنگاره، دمش گرم. خب بالاخره رسیدیم به اون لحظه موعود، هدست. من میدونم ما با هم خاطرات خیلی زیادی رو داشتیم، ما با هم دیگه یوتیوب رو فتح کردیم، اما بالاخره باید از هم دیگه جدا بشیم. میدونم سخته، اما من به کانتنت نیاز دارم. One hour later. Meanwhile. خب بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و امیدوارم که شما هم خندیده باشید به این ویدیو. البته خب باید تلاش میکردید ولی اگه خندیدم امیدوارم خوشتون اومده باشه. یادتون نره که حتما کانال منو سابسکرایب کنید، پیج اینستای منو که براتون زیر میذارم فالو کنید، سرور دیسکورد اونم حتما جوین بشید، لینکش توی دیسکریپشن هست، حتما دیسکریپشن رو چک کنید، هر لینکی که شما نیاز داشته باشید اونجا هست و لایک و کامنت برای این ویدیو فراموش نشه. و تا ویدیوهای بعد و چالش های هیجان انگیزتر، خدا نگهدار شما.